میخواید بدونید سلسله پهلوی چطوری سقوط کرد؟ خب، بذارید براتون بگم. سلسله پهلوی که اول رضا شاه و بعدش پسرش محمد رضا شاه ادارهش میکردن خیلی قدرتمند به نظر میرسید. اما پشت پرده اوضاع اونقدرها هم عالی نبود. مشکلات اقتصادی، فشار سیاسی و نارضایتی‌های اجتماعی یواش یواش داشت بیشتر میشد. کارهایی که شاه برای مدرن کردن کشور انجام میداد باعث ناراحتی گروه‌های سنتی و مذهبی شده بود. فساد و زندگی‌های خیلی پر زرق و برق بعضی از بالادستی‌ها هم خشم مردم رو بیشتر می‌کرد. و البته دخالت کشورهای خارجی مثل آمریکا هم بود که خیلی از ایرانی‌ها از این موضوع ناراضی بودند. همه اینها دست به دست هم داد و باعث شد انقلاب سال 1357 اتفاق بیفته، حکومت پهلوی تموم بشه و ایران برای همیشه تغییر کنه. خب، اینم از داستانش. اگه خوشتون اومد لایک کنید، برای دوستاتون بفرستید و کانال ما رو دنبال کنید تا از این قصه های تاریخی جالب بیشتر براتون بگیم.